شیک لباس بپوشیم. قبل از اینکه وارد بشیم ظاهرمون وارد میشه. مردم نمیدونن من کی هستم، علم چقدر، چی کارم، شخصیتم، منشم چیه. مردم میبینن که من خوب یا بد لباس پوشیدم. حتی وقتی مرد یا زن از اتاق خواب میان بیرون، به محضی که با یه نفر روبرو میشید، فرق نمیکنه فرزندانتون، زنتون، بهترین خودتون باشید، بگونه لباس بپوشید که بگید من اینم. لباس معرف شما باشه، لباس شما رو تعریف کنه، نه علیه حرف بزنه. من وقتی این گونه سوار هواپیما میشم با این شکل به مهموندار میگم هم قهوه هم میخورم. باورتون میشه 90% اوقات تو سفرهای هوایی به من قهوه میدن. به کسی قهوه نمیدن. جواب اول چه قهوه مال کاپیتانه، میگم منم میخورم. اصطلاحی که من دارم آقایون خانم ها خودتون رو تحویل بگیرید تا دیگران تحویلتون بگیرن. آخه وقتی تو به خودت نمیرسی همینطور راه افتادی توی سخنرانی و توی کلاس و مهمونی و همایش، آخه من چه ترتیبات خاصی واسه تو قائل بشم؟